سلام، تو این آموزش یاد می‌گیریم که چطور رنگ لباس سفید رو به مشکی و یا حتی برعکس تبدیلش بکنیم. برای انجام این کار کافیه که از افکت لول استفاده بکنیم، اما به قبل از استفاده از افکت لول ما احتیاج داریم محدوده مورد نظر رو به نوعی سلکت بکنیم که در این مثال ما چون ویدیوی متحرکی هست و سوژه ما به این شکل دائما در حال تکون خوردنه، بهترین گزینه براش یا ماسک یا روتو براش که ما اومدیم از ابزار روتو براش استفاده کردیم و برای اینکه بتونیم کنترل بهتری هم داشته باشیم در دو پارت بالا و پایین، در پارت بالا یک بار اومدیم پروسه روتوسکوپی رو انجام دادیم و حتی همین میتونه اصلا یک نوع دیزاین متفاوت تری برای شما باشه که اصلا یک طراحی متفاوتی از لباس میشه و یا حتی برعکس میتونه پایین باشه و این به شما کمک میکنه که یه تیکه انتخاب نکنید، در واقع دستتون رو باز میکنه و اگر هم خواستید هر دو رو انجام بدید به این شکل. و اما افکتی که باعث این کار میشه بعد از اینکه ما پروسه روتوسکوپی رو انجام دادیم اینه، من این افکت رو آف میکنم، یک بار دیگه افکت لولز رو اعمال میکنم. کافیه که تیرگی‌های تصویرم رو به سمت روشنایی هدایت بکنم همونطور که میبینید تا این حد کفایت میکنه. حالا قسمت‌های با رنگ خاکستری من رو هم کافیه که این زبونه رو به سمت راست ببرم تا جایی که بیشترین نتیجه رو بتونم بگیرم و حفظ دیتیل. برای سفیدی ها اگر خواستید سفیدی ها رو هم کنترل بکنید، قسمت‌های برایتنس رو هم میتونید از آوتپوت پایین این کار رو انجام بدید که بتونید گوری لباس رو بیشتر یا کمتر بکنید و به همین راحتی شما میتونید رنگ لباس رو از سفید به مشکی تغییر بدید. البته به جز روتو براش استفاده از پلاگین کامپوزیت براش هم میتونه به ما کمک بکنه که تو آموزش‌های گذشته در مورد کامپوزیت براش گفتیم. خوبی بالا پایین هم اینه که میتونید فقط یه قسمتی رو سلکت بکنید. مثلا ما میتونیم ست بکنیم فقط لباس در قسمت بالاش این تغییرات رو داشته باشه. به همین راحتی شما میتونید یک نتیجه خیلی خوب از کارتون ببرید. امیدوارم که از این آموزش کوتاه و کاربردی لذت برده باشید و تو پروژه‌هاتون بتونید ازش استفاده بکنید. من سهیل شریفی هستم. روز شبتون خوش و خدا نگهدار.